ایام بهار آمد، نوروز مبارک باد. الهام بهار آمد، نوروز مبارک باد. کردیم ودا با دی، نوشید ز جام می. شادی به کنار آمد، نوروز مبارک باد. نوروز یکی از جشن‌های قدیمی بوده. از قدیم الایام در قطار دیگر عیدهای مردم تاجیک زمین از جمله سده، تیرگان و مهرگان با یک شکوه و شهامت خاصه جشن گرفته میشد. مفهوم کلمه نوروز از کلمه تاجیکی گرفته شده، معنای روز نو، تازه، روز نخستین بوده. این تجلیل و تنتنه عید بهار و سرآغاز سال نو است که آن افاده‌گر احیا و بیدارشوی طبیعت می باشد. در زمان معاصر نوبسته از جهانی شوی، دیگرگونی های علم و تکنیک، توجه و استفاده از نوآوری ها، ساکنان با یک مهر و صداقت خاص به میراث نیاگان توجه کرده از آیین های جشن ملی یادآوری می کنند و در روزهای فصل بهار سنت و آیین‌های خاصی نیک و شایسته را گرامی می‌دارند. در کمیته محله صادرخان حافظ شهر خوجند هر سال استقبال از نوروز جهانی به طور دسته‌جمعانه صورت می‌گیرد. امسال نیز ساکنان محله نوروز را در محله فوتبافان با پیشنهاد هنرهای ملی و مردمی، طعام‌های ملی و نشان دادن فرهنگ و تمدن قدیمی استقبال گرفتند. امروز خرد و کلان محله با بر کردن لباسهای ملی و زنان و دختران با پیراهن اطلس و ادرس، چکن، شعر و ترانه‌خوانی و شادی و نشاط خویش را از آمدن جشن ملی ابراز داشتند. نوروز دیار آمد، پیغامی بهار آمد، در موسمی کار آمد، نوروز مبارک باد. نوروز 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 مبارک باد. همزیری چمن نوروز، همزیری وطن نوروز، در دشت و صحرا نوروز، نوروز مبارک باد. نوروز 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 مبارک باد. بهار آمد به نکروزی، بیچین گلهای نوروزی، بیپش تاقی گلدوزی، بهاری لاله‌زار آمد. هر یک جشن و مراسم تاجیکان مالامال رمز و غایه های نهفته، رازهای تاریخی و باستانی و مضمونهای پیچیده حیاتی دارند. خصوصیت خاص جشن نوروز این است که نوابسته از سن و سال، کسب و هنر، جنسیت و مقام و مرتبه همه را سرجم و متحد می کند. به این معنی که در جشن نوروز خرد و بزرگ با شادی و نشاط، فرحمندی زیاد و شکرگزاری از فضای آرام و آسوده وطن نوروز عالم افروز را استقبال می گیرند. در این روزهای نوروز خجسته که در تمام عالم اکنون قید کرده می شود، در این محله ما هم این جشن قید کرده می شود. دوری که ما جوان بودیم نوروز قید نمی کردن، از وقت حتی هراس داشتن. لیکن امروز اکنون با نوروز فخر میکنیم. ما فخر میکنیم که جشن جهانی است. اکنون با اقدام پرزیدنت ما این حتی سازمان ملل متحد هم تصدیق کرد، این جشن بین الخلقی شد و ما افتخار میکنیم با این. البته رسم و آیین‌های زندگی ساز این جشن در زمینه تمدن قدیمی مادی و معنوی مردم تاجیک انکشاف یافته، با مرور زمان به آداب و سنت‌های مردمی و فرهنگی خلق و ملت‌های گوناگون سیاره راه یافته، اهل بشر را به سوی ارزش‌های عالی، کمالات اخلاقی و معنوی هدایت نموده است. با عنوان محله صادرخان حافظ در نمایش هنر و استعداد خویش را در آرایش جهاز روزگار، رخت خواب، زردوزی، کشیده‌دوزی، نقش و نگار ملی نشان داده، همزمان به نسل جوان هنر خویش را بهر آموزش من بعد تبلیغ می نمایند. من به نهایت خرسند هستم که امروز در محله ما نوروز شده ساده است. من با هنری ارمغان سازی و گلها از صابون مشغول هستم. من سال 2025 گرانتی رئیس شهر گردیدم. در محله ما دخترکان و زنهای خانشین
بسیارند و آنها به نزد من می آیند و ما با هم به همین کارها مشغول می گردیم. امروز نوروز است. همه شمایان را با این جشن نوروز تبریک و تهنیت می نمایم. نوروز مبارک باد. مردمی سربلند تاجیک از قدیم نوروز را با مراسم‌های گسترده جشن گرفته در آن بهترین هنر و استعداد و خصلت‌های نیک انسانی را به نمایش می‌گذاشتند. مردم از آن شادند که بعد صاحب استقلالی مملکت نوروز احیا شد، مقام خاصه پیدا نمود و از جشن مردمی تا سطح جشن دولتی و بین المللی اعتراف گردید. مراسم‌های نوروزی مردم تاجیک جالب و زیبا و ناتکرارند. از فیض استقلال است که نوروز در سراسر تاجیکستان با تنتنه‌های باشکوه برگزار می‌گردد. نوروز جشن است که جوهر آن را حیات و پاکی، محبت و صداقت، وحدت و بخشایندگی و نیکی و روشنی تشکیل می‌دهد و سنت‌های نوروزی افاده‌گری هماهنگی بین انسان و طبیعت است. کدبانوهای محله صادرخان حافظ یک روز پیش از مراسم نوروزی نمودهای طعام‌های ملی خاص جشن را پخته برای سزاوار پیشواز گرفتن تنتنه‌های ادانه دسترخوان نوروزی می‌آرایند. من محله صادرخان حافظ در همین وی کوچه فوتبافان ما تصمیم گرفتیم که همین نوروز حجت‌پای را پیشواز گیریم، چون که به هر یک ما معلوم است نوروز سال 2010 جهانی شد از طرف پرزیدنتمون جناب اولی. در محله ما بسیار کارها را ما جاری کرده ایستادیم، از آن جمله مثال من آبادانی محله، مثال درخشینانی، تازه آباد نگاه داشتن. من میخواهم که انهای اجدادی خودمان را در آینده به فرزندانمان آموزیم. در محله قریب 7000 ساکنان زندگانی میکنند. آنها همشان اهل و اتفاق میباشند. هر یک جشن ملی را با شکوه شهامتی خاصه جشن میگیرند. نوروزتان مبارک باشد. دخترها کنی شما یا طعام‌های ملی کنی دسترخوان نوروزی آراستن در کار. بله، با آمدن نوروز کدبانوهای تاجیک سرتردد می شوند، زیرا آراستن دسترخوان ادانه از آنها مهارت بلند و تجربه پخت و پز داشتن را تقاضا می نماید. بر ضمن این آماده کردن خوراک‌های نوروزی کار آسان نیست اگر کدبانو این هنر را از کلان سالان ناآموخته باشد. امروز ما در محله فوتبافان شهر خوجند که در محله صادرخان حافظ شهر خوجند تعلق دارد با همراه زنهای محله بانوان انمی محله آمده نوروز را جشن گرفته ایستادیم با پختن سومنک. چطوری که همه زنها واقف هستند زنده‌داری کرده ما همراه زنها با پختن طعام‌های ملی مشغول شدیم. در دسترخوان انمی نوروزی ما همه نمودهای طعام‌های ملی تاجیکانه پخته شده است و گذاشته ایم. در مثلا از قدیم ایام در دسترخوان نوروزی با آراستن یعنی هفسین و هفشین دسترخوان را می آراستند و این چنین طعام‌های ملی هم پخته می موندند. اساساً در دسترخوان انمین هفسین و هفشین با هیجای شین سر شده می گذاشتند که این شیر مثلا شینی، شکر، شبیت، شلغم، شیر برنج، شوله قاقدار. ما در همینجا شوله قاقدار هم کردیم، شیر برنج هم کردیم و شیر موندیم، شربت موندیم. در هفسین باشد 7 نمودی با هیجای مثلا سین سر می شود طعام‌ها رو به دسترخوان ملی گذاشته می شود. یعنی اینکه مثلا سبزی، سرکه، سنجید، سرپیاز، سومنک، سیاه دانه، سیب. البته دسترخوان نوروزی
این هم یک گواهی از اون است که دسترخوان مردم ما چه می باشد. مثلا دسترخوان ملت تاجیک از محصولات آردین تیار کرده می شود که خیلی پهن است و البته از نان سر می شود، یعنی که نان و ایمان گفتند. نان زیب دسترخوان است و همه وقت خلق تاجیک مهمان خود را که شخص عزیز خود را با نان گسیل می کند و با نان پیشواز می گیرد و این یک عنعنه خوب تاجیکانه است. وقتی که عروس هم مثلا به خانه مثلا ما عروس کرده می بیم پگاهی با 2 تا نان، یعنی که با نان همچون نان عزیز باش گفته با 2 نان عروس را میبینند. در دسترخوان امروزه ما همه نمودهای طعامهای ملی گذاشته شده است که از این گواهی میدهد که همه بانوان ما همچون کدبانوی ماهر خودشان را نشان داده و این طعامهای با لذت خود را به اهل محله مثلا پخته آمدند. خوراک‌های ملی ما در جهان مشهور بوده. صنعت پخت و پز خلق تاجیک در طول 100 ساله‌ها زیر تاثیر تاریخ غنی تشکل یافته است. همین است که مهمانانی که به مملکت ما به سیاحی می آیند خوراک‌های ما را می پسندند و به طرز تیار کردنشان مراق ظاهر می نمایند. در این محله نیز کدبانوها با زنان روزگار دیده طعام‌های ملی قدیمه را با مهارت خاص آماده می کنند که از نمایشان خوش‌طعمی و سرغذایی آن معلوم است. به خصوص طعام‌های نوروزی به مثل سومنک، شیربرنج، سمبوسه، آش پلاو، آش بریده، توشبیره‌های گوناگون پسندی همگان است. این خوراک‌ها نه تنها لذیذ هستند بلکه خصوصیت شفایی هم دارند، زیرا اکثر آنها از گندم، دانگی‌ها و گیاه‌های شفابخش و غیرها آماده می‌شوند که برای سلامتی مفید می‌باشند. ما در خوچی همی صادقان حافظ زندگی میکنیم. به حتی همی محله همون نرکه نایاشکو من همی سوملکه تشکیل کردن. همی شب خان نرفته هم ماشا همی سوملکه پخته. من اینجا من سمبوسه ورقین توشبیره سمبوسه کلچه پختم. ما بسیار مردمی مهمان نوازت محلی ما جدایم پیش قدم که نامایم هم ماشان است. من همی شولی خواه دارم طعام قدیمه است. ما میپزیم میخوریم شیر برنج میکنیم. امروز نبیره های کلنوی ما هم ماشا یاد گفتگی. سومنک پزی یک عنعنه خوب است که انسانها را سرجم کرده ضمن آماده نمودن آن مادران ما شادی و خرسندی و نیت و آرمان‌های نیک می‌کنند. در منطقه‌های گوناگون مملکت سومنک با طرز و اصول و نوع‌های گوناگون آماده می‌گردد. پختن سومنک وقتی زیاد را می‌گیرد. زنان و دختران آن را سرجمانه می‌پزند که این یک نوع تحمل و صبر و برداشت آدمی را ifade می‌نماید. سومنک پزی از آماده کردن تا تقسیم نمودن تقریباً یک شبانه روز را در بر می‌گیرد. بعضی‌ها سومنک را به مدت 10-15 ساعت می‌پزند. طولانی بودن سومنک پزی چنین رمز دارد که آدمان در سال نو آینده در اجرای همه کارها با صبر و تحمل باشند و همچنین هر مشکلات زندگی را با توانایی و شادمانی برطرف نمایند. اساسی ترین نعمت نوروز سومنک است که آن از سبزه گندم پخته می شود. سبزه رمز احیای طبیعت و زیبایی و آسایشگی به شمار می رود. در وقت سومنک پزی زنان و دختران به دیگ سومنک 7 سنچه می اندازند و رقص و بازی می کنند. شاد باش ای وطنم باز بهاران آمد، مرغ گل بر گل باغ پرافشان آمد، غرق گل غرق ریاحین شده با ناز و ادا، باز نوروزی رو افراخته مهمان آمد. سومنک در جز ما کفش زنیم، دیگران در خواب ما دفش زنیم. سومنک در جز ما کفش زنیم، دیگران در خواب ما دفش زنیم. سومنک گوی گور است، سومنک گوی بهار است، سومنک
سومالک یکی از تمام‌های قدیمی تاجیکی می باشد. چندین سال است که ما در محله صادقخان حافظ سومالک میمونیم. اول ما گندم را گرفته تازه کرده با همراه زنها تازه کرده آن را تر کرده یک شب تر میکنیم، بعد از اون به بالای خان تخته میگیریم آن را سبزانده میگذرانیم و دیگ میاندازیم. همراه من جوان زنها یک شب دراز شده و رو میپزانیم. سومالک از شیری گندم تیار کرده می شود. سومالک مژده از بهار می باشد. بله، با برگزاری چنین آیین‌های نوروزی مردم تاجیک و کشورهای حوزه نوروز این جشن اجدادی نیاگان را با شکوه و جلال تازه و آرزوهای نیک استقبال می‌گیرند. این جشن شهادتی آن است که انسان‌ها نسبت به همدیگر نیکخواه باشند و با سرجمی زندگی و وطن را آباد نمایند. محض به این خاطر با پیشنهاد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نوروز جهانی گردید تا در روی عالم صلح و وحدت و آسایشتگی و دوستی بین انسانیت پایدار بماند. خرد و بزرگ محله صادقخان حافظ در ادامه تنتنه‌های نوروزی زیر سرودهای بهاری رقصیدند و خرسندی نمودند و تا نوروز دیگر به همدیگر بهترین تمنیات و آرزوها را ارزانی داشتند، زیرا خود نوروز رمز احیای طبیعت نهفته، رمز بیداری دل و دیده، دلیل پیروزی روشنایی بر ظلمات و نمونه از فرهنگ شکست ناپذیر اجدادان ماست. باشد که نوروز امسال به تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار فیض و برکات و به مردمانش سلامتی و سعادتمندی آورد. دسترخوان نوروزی از 7 سین و 7 چین آباد و زیبا و پرنعمت باشد. نوروز مبارک همدیاران عزیز.